نمیدونم نگهش دارم یا نه، نمیدونم. سلام، امیدوارم خوب باشین. امروز اومدم یه کاری رو با همه انجامش بدیم، چون همیشه من برای بقیه رنگ میکنم. الان میخوام خودم برای خودم موهامو رنگ کنم. رنگی که در نظر گرفتم یه رنگ مسی پرتغالی هستش. قبلا مسی رو خیلی امتحان کردم، خیلی هم بهم میومد. تقریبا یه 3-4 سالی هستش. موام همیشه تیره بوده، من اصلا موی زیادی ندارم، بسیار موی کم حجم و کمی دارم. 1 سال پیش از اینجاها من رنگ تیره مشکی دارم. نمیدونم. پرتغال مثل پای دکولوری خیلی بالایی نمیخواد، یعنی من تا 7 برسم اوکیه. پودر لیزا پروتکت نوک موها و خیلی از قسمت رو دکولوری کنم، بعدش رنگ بزنم. چیزایی که نیاز داریم پودر دکولوره هست و اکسیدان و حالا اگه تار موهای نازک مثل من داریم میتونی از رنگ‌های های لیفت استفاده کنی یا رنگ‌هایی که خیلی روشن‌بنده‌های بدون دکولور یا کرم دکولور استفاده کنی با اکسیدان‌های 6 و 9. ولی چون من الان ندارم تو خونه و فقط پودر دکولور در حال حاضر دارم، میخوام با پودر این کارو کنم. حالا پودر لیزا پودر مورد علاقه خودم. میگفتم اگه موهای نازکی دارین های لیفت ها انتخاب خوبی هستن با اکسیدان 9%. اگه تار موی نازک دارین با اکسیدان 9% بهتون لیفت تا پای 7 رو بهتون میده. اگه موهای ضخیمی دارین و تیره هستش، رنگ موهاتون خیلی تیره است، دکولور انتخاب بهتری برای رسیدن به این پایه ها. حالا من انتخاب خودم برای همچین جنس موهای مثل خودم مطمئنا رنگ‌های های لیفته، ولی الان چون ندارم میخوام از پودر استفاده کنم با اکسیدان 6%. برم لباسم عوض کنم. خب این تجهیزاتی فعلا تو خونه دارم، ببینیم باهاش میخوام چیکار کنم. من تقریبا به 2 پیمانه پودر نیاز دارم برای نوک موهام. فعلا میخوام این قسمتی که رنگ مشکی زدم رو ریموو کنم. لباسی هم که پوشیدم لباس که رنگش خراب نمیشه. اگه سوال دارین جنسش پلاستیک استریجه. یه کلی برابرش هم اکسیدان 6% میخوام. این اکسیدان تو خونه داشتم. بسم الله میزنیم دیگه هرچه اوش. خب یه اون باید وسط نصف میکردم 2 قسمت 4 قسمتش کنم، ولی چون یه برم رو نگه میدم تا لحظه آخر، چون میخوام رنگ تیره زدم. من تو آینه نگاه میکنم که بتونم ببینم از جاهایی که میبینم رنگ تیره است. نکنید لایه زدن خیلی بهتره تا مثل من یه تیکه بزنیم، چون موهای من کمه. شما لایه بزنید و اگه رنگ تیره نزدی موهاتون یک دسته، برای از نزدیک تر بریشه شروع کنم. من دارم سعی میکنم قسمت تیره رو اول بزنم. چون یه دور زدم دوباره میرم چکش بکنم ببینم کجاها نخورده کجاها خورده. این چک کردن توی دکولور کامل کمکتون میکنه پایه بی خطا و یک دسته رو داشته باشه. یعنی چک دکولور کامل باید تون تون باشه، نه اینکه تایم زیادی رو مکس کنید. مثلا چکای اول سریع تر بیفته. میتونید رای فویل بذارید
که من برای این جنس از موهام پیشنهاد نمیدم توی فویل بزنم چون من پای خیلی بالایی نمیخوام. ولی اگه موهای سرخیمون خیلی مشکی دارین بعد لایه حداقل مثلا اون دوتا اینو توی فویل، زیرشو توی فویل، دوباره این فویل، دوتا فویل، اینم دوتا فویل، یعنی در واقع تقسیمشون کردن تو هر فویل می‌ذاشتن. اگه شما هم به نسبت موهاتون باید همین کارو انجام بدید. ولی خب الان من فقط دوباره نسخه‌شون میدم که چون نکنید داره باز میکنه. این مشکی ها گذاشتید قرمز اشکال نداره. الان برم تو کجا میتونم لیفتش کنم. خب من تقریبا یه 2 ساعت گذشته میخوام بازش کنم. ببینید نکنید اینجایی که من مشکی زدم میبینید؟ یعنی اینجا رو من مشکی زدم، اینجا هم روی طبیعی. خب دوباره میخوام شارژش کنم، از هم عقب شروع کنم. خب پایینی که تیره تر گذاشتم روی پلاستیک یکم که حرارتش بیشتر بشه میرم یه 10 دقیقه دیگه بهش مکس میدم. اونجایی که طبیعی روشنه اینجا هم مسی و نارنجیش بیشتر. من همین تون رو میخوام چه کاریه خیلی دیگه به موها فشار بیارم. پس میریم که ریشه رو بزنیم. رستنگاه خیلی وقت دکورونم میترسم، خیلی خوشم نمیاد از تعمیر. اول رستنگاه ها رو میزنیم دور. خب دیگه دارم الان لای لای میزنم. خب من موهامو شستم. حالا من کلی رنگ دارم اینجا از برند مختلف میخوام با ترکیب کنم. 2 تا رنگ مسی از برند نویبل 843 و 744 و 2 تا هم رنگ فانتزی از برند کمو و این برند نویبل بکنم. آره ترکیب رنگم که این پایین موهام چون نارنجی زیادی داره، اینجا پایه 6 خیلی نارنجی زیاده، ریشه هم پایه 7.
خب پس غالبا من ترجیح همینه که از پایه 7 کار کنم، همون 8 و 7 با هم میریزیم. خب من دوست دارم مسی من نارنجی تر باشه، حالا پرتقالی میگن. 8 43 نویبل و میخوام نصف بریزم. نصف دیگه 7 44. خب دیدیم این حجم 8.43 است، این حجم 7.44. میدونم این کار درستی نیست از نظر شیمی مواد که رنگ‌های فانتزی و ژلی رو توی کاسه رنگ‌هایی که رنگ اکسید نشده با رنگ اکسید شده با هم دیگه ترکیب کنیم، ولی خب فعلا نکردم. مثلا پیشنهادم اینه که بریم تست کنیم. من یک کمی از این پرتقالی میریزم. میخوام یک کمی هم از رنگ کمونم بریزم. این یه بار دیگه همونی دوتا 7.44 و 8.43 رنگ پرتقالی پینت رنگ نویمبر و یک کمی اورنج که میزن اکسیدان 3% اکسیدان اضافه کردم. من اومدم با نتیجه کار، نمیدونم دوستش دارم یا نه، ولی خیلی رنگش قشنگه. دیگه همین نمیدونم نگهش دارم یا نه. بچه‌ها پس شما نظر بدین موهامون مشکی کنم یا همین رنگ نگه دارم؟ مرسی که ویدیو رو دیدین. کامنت یادتون نره.